وقتی که از مادر زاده میشیم و پا میذاریم توی این جهان هستی، از این به بعد ریتم و ضربان قلب مادرمون با لحن و تون صدای ما یه ارتباط مستقیم پیدا میکنه. یعنی چی؟ تو خشمگین میشی، عصبانی میشی، خوشحال میشی، میترسی و همونا تأثیر میذاره روی ریتم و ضربان قلب مادرت. اومدم بگم کسایی که سوگ مادر رو تجربه کردند در واقع یه جایی توی زمینی اون یگانگی، اون اتصال و اون وحدت رو چال کردن. اون آدما برمیگردن به زندگی، اما اون آدم قبلی نمیشن، نمیتونن دیگه شبیه ورژن قبلی خودشون بشن. روز مادر رو به همه مامانای عزیز تبریک عرض میکنم، به همه خانومای گل. روح تمام مادران آسمانی شاد باشه و قرین فضل الهی.